نکته چهارم بحث قضایی روزه است. قضایی حالات مختلفی داره استاد عزیز. حالت اولی است که عزیزی که روزه قرضدار است بعد از ماه مبارک رمضان کوشش کند تا آمدن رمضان آینده باید قضاییش بجا بیاره. اما احسنتر و بهتر و افضلترش است. کوشش کنه که تا رمضان آینده این قضاییش باید قضا بیاره. حالا اگر پی در پی روزه میگیره، همین روزهای قضاییش مثلا فرض کنید 10 روز روزه قرضدار است، همین 10 روز مکمل یعنی پی در پی روزه میگیره، هم میتواند درست است. و اگر این 10 روزه به شکل متفرق جداگانه، یک روز میخوره یک روز میگیره، 2 روز روزه میگیره باز 1-2 روز افطار میکنه میخوره، هم اشکالی نداره. است هدفی است که همون مدت به ایامی که در رمضان مشخصا خورده، حالا در سفر بوده یا مثلا مریض بوده یا بنابر عذر خورده، همون رو باید بالاخره بعد از رمضان اگر 5 روز بوده 5 روز قضا بیاره، اگر 10 روز بوده 10 روز قضا بیاره، اگر 20 روز بوده 20 روز قضا بیاره و نمانه روزه. ان شاء الله هر چی که تلاش بشه که زودتر قضا آورده شه بهتر است، چون معلوم نیست که تا سال بعدی باشیم یا نباشیم. بنابراین بهتر است که خواهرای معزز ما تلاش کنن که روزهای قضاییشان زودتر بجا بیاره.